برای چک کردن نتیجه خود در لاتری آمریکا اول میرید روی وبسایت dvprogram.state.gov، گزینه چک استاتوس کلیک میکنین، گزینه کانتینیو، میرید روی صفحه انتر انترنت انفورمیشن، یعنی معلوماتی که روی صفحه برگه ثبت نام شما هست اینا اینجا وارد میکنید. اولش شماره یکش کنفرمیشن نمبر است، گزینه کنفرمیشن نمبر اینجا وارد میکنین. کنفرمیشن نمبر دارای اعداد و حروف است. بعد لاست فامیلی نیم است، فامیلی خود وارد میکنید. بعد سال تولد خود، فقط سالش وارد میکنین. بعد اوتنتیکیشن است، این یک سری حروف است یا اعداد است که اینجا وارد میکنید. بعد گزینه سابمیت کلیک میکنین. گزینه سابمیت کلیک کنید، نتیجه شما معلوم میشه. اگر نتیجه شما روی برگه شما به انگلیسی نوشته has not selected، این شما انتخاب نشده، و اگر همچین برگه آمد این شما انتخاب شده. و اگر شما کنفرمیشن نمبر خود، نمبر تاییدی خود فراموش کردید، این گزینه را کلیک کنین. میرید روی صفحه دیگه 2025 انتخاب کنید. لاست فامیلی نیم خود وارد کنید. فرست نیم همراه میدل نیم خود ضرور نیست، اگر وارد نکنید گزینه نو فرست نیم یا نو میدل نیم کلیک کنین. بعد سال تولد خود دقیق وارد کنید، ماه و روز و سال. بعد ایمیل آدرس خود وارد کنید اینجا. بعد گزینه پنجمش اوتنتیکیشن، اینو حروف ده اینجا وارد کنید. بعد گزینه سابمیت کلیک کنید. سابمیت کلیک کنید، به شما کنفرمیشن نمبر شما رو نشان میده و شما میتونید دوباره بازیابی کنید و نتیجه خودم مشخص کنید.